تا حالا فکر کردید چطور یک تانک میتونه جریان یک جنگ بزرگ رو تغییر بده؟ امروز میخواهیم به یکی از معروفترین و تاثیرگذارترین تانک های تاریخ نگاهی بندازیم. تانک T-34. این تانک قدرتمند که در جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشت چطور تونست معادلات جنگ رو تغییر بده؟ با من همراه باشید تا تاریخچه و رازهای این غول آهنی رو با هم کشف کنیم. تانک T-34 در اواخر دهه 1930 میلادی توسط اتحاد جماهیر شوروی طراحی شد و اولین بار در سال 1940 وارد خدمت شد. این تانک به دلیل طراحی ساده، مقاومت بالا و قدرت آتش مؤثر به سرعت به یکی از مهمترین سلاح‌های جنگ جهانی دوم تبدیل شد. جالبه بدونید که طراحی این تانک توسط مهندسانی مثل میخائیل کوچکین انجام شد. یکی از نکات برجسته این تانک استفاده از زره خمیده بود که تأثیر زیادی در افزایش مقاومت آن داشت. تانک T-34 به دلیل سادگی در طراحی به راحتی قابل تعمیر و نگهداری بود و این ویژگی باعث میشد تا در میدان نبرد برتری داشته باشه. T-34 دارای ویژگی‌های فنی برجسته‌ای است که آن را از دیگر تانک‌ها متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها شامل زره خمیده که باعث افزایش مقاومت در برابر گلوله‌ها می‌شود، موتور دیزلی قدرتمند که سرعت و برد بالایی به تانک می‌دهد، توپ 76 میلیمتری که قدرت آتش بالایی دارد. این تانک همچنین دارای یک سیستم تعلیق پیشرفته بود که به آن امکان حرکت سریعتر و راحت‌تر در زمین‌های ناهموار را می‌داد. تانک T-34 توانست به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست نیروهای آلمانی در جبهه شرقی جنگ جهانی دوم شناخته شود. اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید، حتما آن را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. تانک T-34 نقش کلیدی در نبردهای مختلف جنگ جهانی دوم داشت. این تانک در نبردهایی مثل نبرد کورسک، یکی از بزرگترین نبردهای تانکی تاریخ، به خوبی عملکرد خود را نشان داد. یکی از دلایل موفقیت T-34 در جنگ توانایی تولید انبوه آن شوروی توانست تعداد زیادی از این تانک‌ها را تولید کند و به جبهه‌های مختلف ارسال کند. تا پایان جنگ جهانی دوم بیش از 80,000 دستگاه تانک T-34 تولید شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، T-34 همچنان در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفت. این تانک به نمادی از قدرت و پیروزی تبدیل شد و در بسیاری از موزه ها و مراسم های نظامی به نمایش گذاشته می شد. بسیاری از تانک های مدرن نیز از طراحی و ویژگی های T-34 الهام گرفتند. تانک T-34 با ویژگی های منحصر به فرد و نقش کلیدی خود در جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تانک های تاریخ به حساب می آید. اگه از این ویدیو لذت بردید، خوشحال میشیم که این ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه همیشه در جریان دانستنی‌های جالب و شگفت‌انگیز باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. اینطوری هیچ وقت ویدیوی جدیدمون رو از دست نمیدید.